از محاسن این ابزار تعریف کردید، معایبی هم داره این ابزار؟ این ابزار معایب هم داره، بله. یکی از معایب خیلی خیلی مهمش که من واقعیتش زیاد چیز ندارم نسبت بهش اینه که AP خیلی کمی داره. یعنی ببینید شما مثلا من به عنوان مثال حالا AP که میگم خدمتتون، حالا دوستانم هم بذارین بهتر متوجه بشن، عمق براد برداری. یعنی ببینید شما وقتی که با الماس AP کاتی کار میکنید میتونید 2 میلیمتر 3 میلیمتر، با الماس TP کاین کار میکنید میتونید تا 5 میلیمتر هم بار بدید. خب ولی با الماس AP کاتی نه، بار رو پلانچ رو محور زد که نه رو کف رو محور زد. بله شما ولی با الماس های فید، خب مثلا میگم قوی ترین الماس های فید از شرکت ZCC STMT 12 الماس STMT 12. تو STMT 12 بالاترین AP شما 1.8 میلیمتره. یعنی شما مجاز نیستید بیشتر از 1.8 میلیمتر تو قطر 50 نه تو همه قطرها 1.8 میلیمتر بیشتر بار بدید، مجاز نیستید. خب این یکی از میشه گفت معایب های فید هستش که شما عمق ماشین کاریتون کمه. خب این یکی از معایب است. یکی از معایب این که خب شما دیواره های 90 درجه رو دارید ماشین کاری میکنید، دیگه اون کنج دیوار 90 درجه به شما نمیده، به خاطر اینکه زاویه 10 درجه‌ای که اون انتها هستش خب باید مجددا با یه ابزار دیگه‌ای اونو مثلا با آپیکاتی مثلا اون قسمت کنج 90 درجه رو ماشین کاری بکنید. بعد باز حالا میشه گفتش که نمیشه هم بگیم حسن هم بگیم ایراده، اینم که شما مثلا فقط میتونید با این کار رافینگ انجام بدید. بیشتر کار رافینگ تو پاکت خیلی من اینجوری که احساس میکنم صحبتاتون خیلی کاربرد داره. بله. حجم برادی که اونجا زیاده، تایم ماشین کاری خیلی میاد پایین. بله. بعد یه بحث دیگه تو این ابزارهای های فید، لبه های اینسرتامون تو قطرش که نگاه میکنیم یه پخه خیلی بزرگی داره. خب اینو ما چجوری میتونیم محاسبه کنیم تو برنامه‌های پروگرامینگ؟ ببینید شما وقتی برنامه دارید میگیرید، ببینید قطر ابزار الان مثلا میخوام بگم تو مقدار ایامون استفاده شایمون تاثیر میذاره. بله. ببینید شما یه قطر مفید دارید، یه قطر مؤثر دارید. قطر مؤثر دور های فید با قطر مفید فرق میکنه. یعنی شما قطر مؤثرتون 32، شاید قطر مفیدتون مثلا 10 باشه یا 15 باشه. این بعد تو گرفتن برنامه خیلی رعایت بشه که مثلا تو برنامه‌ای که دارید کار فیس میلینگ انجام میدید یا کفترشی دارید انجام میدید، این قضیه باید خیلی رعایت بشه. استپای محوری شعاری بله. اون محوری که حرکت می‌کنید همپوشانی داشته باشه یا به قول معروف اوورلپ داشته باشه موقع ماشین کاری فیس میلینگ. بعد یکی از دوباره حالا تو پرانتز هم بگم که ابزار های فید خب 5 تا اپلیکیشن رو پوشش میده. یعنی ببینید وقتی که 5 تا اپلیکیشن پوشش میده، یعنی میشه گفت یکی از اپلیکیشن ها فیس میلینگ، یعنی کار کفتراشی انجام میدید به راحتی، که یکی از کارهای اصلیش همینه. یعنی شما ابزار های فید رو فیس میلینگ میشناسید، طراحی شده برای فیس میلینگ. بله میشناسید، اونجا حس میکنید که واقعا فیس میلینگی داره انجام میده با پیشروی 4000 5000 6000 که بعد قطرایی خیلی کوچیک‌تر میشه با فیدهای 8000 بالایی که ما براش تعریف میکنیم میتونیم به نیروی خود اصلی دستگاه هم روش حساب کنیم. بله ببینید هرچی توان دستگاه اگه بالاتر باشه میتونیم فید بیشتر مانور بیشتر. بله ببینید نگاه کنید این ابزار با توجه به اینکه خب از نظر استیل بودن قطع کارمون و دستگاهمون نیروهای محوری هستش، نیروهای جانبی خنثاست تقریبا تو اونجا، برعکس ابزارهای دیگه. خب ببینید بلند بودن ابزار تو این مقوله، تو مقوله های فید ها بلند بودن ابزار میشه گفت زیاد تأثیر نداره تو ارتعاشاتش، چون نیروها همه محوریه، جانبی ما نیرو نداریم. برآیند نیروها تو اینجا به سمت محور ابزاره، برآیند نیروها به سمت محور ابزاره نه محورهای جانبی. برای همین شما میتونید ابزارتون رو بلندم انتخاب بکنید و سوته خیلی بلندم باش ماشین کاری بکنید. بیشتر به خاطر زوایای ورود ابزاره. بله همون زوایای ورود ابزاره.
سنگین میتونه ماشین کاری بکنه. بازم با فید بالا جایگزین ابزارهای بالنوز بشه، جایگزین بالنوزهای 50 بکنین که یه مسئله اقتصادی هم هست که شما نمیرید بالنوز رو با قیمت بالا بخرید. سیرکولار انترپولیشن انجام میده، یعنی به صورت دورانی حرکت میکنه و کار میشه گفت سوراخ‌کاری انجام میده. بیشتر 1 میلیمتر بار ندید.